امروز در مسیرمان به قیروان تونس سعی در دیدار کوتاه از رقاده و منصوریه داشتیم، اما قبل از رسیدن به مقصدمان جای دارد که مرور کوتاه در رابطه با چگونگی تأسیس و بنیان سلسله فاطمیان در شمال آفریقا داشته باشیم. تأسیس و بنیان سلسله فاطمیان در تونس امروزی تحت تأثیر دعوت ابو عبدالله دایی اسماعیلیان در افریقیه آن زمان بین سالهای 902 تا 909 میلادی به حقیقت پیوست. در پی فتوحات ابو عبدالله در منطقه رقاده، آخرین امیر اغلبی رقاده را ترک گفت و سپس دایی ابو عبدالله شرایط را برای ورود عبیدالله مهدی یا محمد المهدی رهبر وقت اسماعیلیان فراهم کرد. پس از این پیروزی محمد المهدی از سجل ماسه در مراکش به رقاده رفت و در سال 909 میلادی او به عنوان اولین رهبر و بنیانگذار سلسله فاطمیان پذیرفته شد. در رقاده و منصوریه نیز در نتیجه تخریب و عدم بازسازی زیرساخته‌های فاطمیان از این سلسله آثار ناچیزی باقی مونده، ولی میتوان رد پایی از آنان را به مانند قنات، سیستم آبرسانی و کانال‌های آبیاری و صنعت ریختگری و سفالگری را به ویژه در منصوریه از دوران المنصور و المعزالدین به ترتیب سومین و چهارمین رهبران فاطمیان را مشاهده کرد. ما در این سفر موفق به مشاهده نزدیک از آنها نشدیم، ولی توانستیم زمانی اندک را در موزه آثار اسلامی رقاده قیروان به تماشای گنجینه‌هایی از دوران مختلف اسلامی گردآوری شده از سراسر منطقه قیروان و مهدیه بپردازیم. سنة تاريخ قصر Yeah. 1964. 1964. Yeah. Who made it? Bourguiba, Bourguiba, Yes. it's palais After. presidential of Bourguiba, and 1985 he transformed it with museum. موزه ملی هنرهای اسلامی رقاده بزرگترین و غنی‌ترین موزه‌ای است که به مجموع آثار باستانی اسلامی در تونس اختصاص دارد و در این موزه میتوان بسیاری از آثار تاریخی متعلق به دوران شکوفای اسلامی را که در قیروان، منصوریه، رقاده و مهدیه کشف کردیدند دیدن کرد. از جمله نمونه‌های خطی منحصر به فردی از آیات قرآن، انواع ظروف سفالی و یافته‌های فلزی و نیز مجموعی غنی از انواع سکه‌های متعلق به دوره‌های متفاوت اسلامی چون اغلبیان، فاطمیان، حفصیان و عثمانیان و همچنین مینیاتور چوبی از مسجد جامع قیروان را میتوان مشاهده کرد.
شهر منصوریه در نزدیکی قیروان تونس واقع شده که زمانی پایتخت فاطمیان در دوران حکومت امامان المنصور و المعز الدین بود. این شهر بین سالهای 946 تا 972 میلادی در مکانی به نام صبرا در قیروان ساخته شد که نام خود را از بنیانگذار آن المنصور گرفته است. همونطور که شهر مهدی نام خود را از بنیانگذارش عبیدالله مهدی یا محمد المهدی نخستین رهبر فاطمیان گرفته است. امام المنصور در سال 972 میلادی پایتخت فاطمیان را از مهدی به منصوریه انتقال داد و آنجا را به یک مرکز اقتصادی گسترش داد. برخلاف مهدیه که با ویژگی استراتژیک نظامی ساخته شده بود و سالها این نقش را در کمک به گسترش سلسله فاطمیان جنبه نظامی بازی می‌کرد، منصوریه به عنوان نمایشی از قدرت اقتصادی و پایگاهی برای تولید ثروت برای دولت رو به رشد فاطمیان ساخته شد. جانشین المنصور، پسرش المعز، چهارمین رهبر فاطمیان، جهت گسترش و رونق کشاورزی و صنعت به ویژه صنعت سفالگری و ریخته‌گری با آگاهی از نیاز مبرم به آب دستور ساخت قنات را داد، به طوری که آب حاصل از قنات‌ها نه تنها آب مورد نیاز منصوریه را تأمین می‌کرد، بلکه میزان زیادی از آن آب از طریق کانال‌های احداث شده آب انبارهای اغلبی را نیز در قیروان سیراب می‌کرد. The Muslims, the Aghlabis, keep the water in the kind of pool, so we call it the Basa of Aghlabis. راهنمای ما آقای هیثم در قیروان سعی کرد ما را با 3 جایگاه مهم توریستی از جمله سازمان آب اغلبی، مسجد جامع قیروان و مزار سید صاحب آشنا کند. اینجا موضع سازمان آب به جای مانده دوران اغلبیان است که نشان دهنده چگونگی ذخیره و تصفیه آب مصرفی قیروان در آن زمان می باشد. Other place they build the Muzulai, a small mosque, and they keep 30 years to build the Medina and the big mosque. And they restored. You see, if you see the column, it's not similar. They restored from many archaeological sites, from Carthage, from Dugga, from Spitla, from Belarusia, to build that place and the big mosque. You will see later. Sure, that place is aged more than 1,200 years old. It was restored many times. So here it is in Arabic Nabul, the ceramic traditional of Nabul. So it was restored since ago. So what you see here is from Nabul. It's new, but the other one even written in Arabic written. So it's so old. You see the color is not similar. That one is big, that one is small. They are sold from many size conversion. When you get in, you're gonna see the window with colors.
So with sun, so the glasses is handmade, yellow, green, red, etc. With sun, you see many colors. C'est la petite niche qui indique la direction de la nègre. Regardez là, c'est la même chose. Hein, c'est même style, même motif, avec اینجا مزار سید صاحب است که با نام زاویه ابوالبلوی و مسجد سلمانی نیز شناخته می شود و یکی از مهمترین اماکن مذهبی در شهر قیروان است که ریشه آن به شروع تاریخ این شهر برمیگردد. به احترام این شخصیت مقبره او گسترش یافته و با مجموعه‌ای از موزاییک‌های زیبایی با طرح اسلامی تزیین شده است، به طوری که برخی از این موزاییک‌ها بیش از 1000 سال سن دارد که بر دیوارهای این مسجد نقش بستند. در این مسجد مقبره ابوزمعة البلوی واقع شده است و با نام سید صاحب نیز شناخته می شود. طبق روایات او سلمانی و از یاران پیامبر اسلام بوده که در سال 654 میلادی پس از شهادت در جنگ در اینجا دفن می شود و امروزه به او عنوان قدیس حامی شهر نیز داده می شود. It is musalla khas بالنساء, especially for women. The women is not obliged to come to the mosque to pray, but to جوز فیلم بگیرم ازش الان میریم مسجد هم میریم که اصلا So, yes. just to give you some information, it's the mosque, the prayer room. Left side is for, especially for women, and right is for men. You can take off your shoes and you get and you have a video. Okay? Yeah. So have a nice visit on our side. Thank you. Take your time. Yes. مسجد جامع قیروان یکی از برجسته‌ترین مساجد جهان اسلام است. این مسجد در دهه‌های اول اسلام قبل از دوره اغلبی بنیان نهاده شد، ولی توسط اغلبیون بسیار گسترش یافت، به طوری که این مجموعه به عنوان یک مرکز علمی و آموزشی برجسته نیز شناخته می‌شد. و سپس در دوران خلفای فاطمی نیز مورد توجه بسیار قرار گرفت، به طوری که توسط فاطمیان به آن قسمت‌های افزوده شده و مرمت‌هایی صورت گرفت که امروزه از این مسجد با وسعت 9700 متر مربع یکی از کهن‌ترین مساجد در جهان اسلام یاد می‌شود. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. It's very old. How old? Mosque 50 Hijri, 1400 years. It's old mosque for North Africa. Old mosque, yeah, North Africa, old mosque. Yeah. Look, these four names, meme in the middle. الحمد للحميد المبدئ المعيد. It's a stamp. Stamp. Yeah. Yeah. This style is هدية free from Khalifa Harun.
این بالا تقریبا میشه تمام شهر رو زیر پوشش داشت. یادته؟ Nice. Yeah, thank you very much. Thank you. What is it? This is Makrut of Kairouan, original one of Kairouan. Makrut. This with date with honey sauce. Very good. There will cross. There will another part for the city. Mecca, Medina, Jerusalem after the city. The steps for the minute. The Kaaba, the direction of the Mecca. And this is surrounded the mosaic and the Prophet Muhammad. This is why it's called Kairouan classic. Very nice. This one it's a knotted one, cheap one. This one it's a great one, the camel. It's camel. Yes. Duma she stay at the big side, she work at the big side, and the other side it's a camel. Yes. And this one it's a smaller camel, but it's a smaller. Yes. Hello. Nice. Yeah. Never find the same because handmade. Have a seat, please. Yeah. This tip is for the minute, the copper direction of the Mecca. And this, madam, Yeah. very small. Don't take package with you. Yeah. That's nice, but I'm sorry. آنچه در این فیلم بیان شد اشاره خیلی کوتاه به چگونگی پیدایش و بنیاد امپراتوری فاطمیان در تونس امروزی و خلاصه‌ای درباره دیگر مکان‌های توریستی قیروان است. در صورت کنجکاوی و تمایل می توانید اطلاعات با جزئیات بیشتر را از منابع مختلف به دست آورید.